تهمت آخوند رافضی به عثمان بن عفان رضی الله عنه. بینندگان گرامی، اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی همسران و فرزندانش که مورد محبت خاص پیامبر بزرگوار اسلام قرار داشته اند، از جایگاه و مقام بسیار والایی برخوردارند که هیچ فردی از امت به آن مقام دست نمی‌یابد. در این میان 4 دختر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن اجمعین، به مانند ستارگانی در امت اسلامی می درخشند و الگوهایی از زهد و تقوا برای امت اسلامی هستند. از طرفی دیگر ازدواج با این ستارگان هدایت شرف و افتخاری بود که بسیاری آرزو داشتند. پیامبر امت آنان را به عنوان داماد خویش بپذیرد. زینب رضی الله عنها، دختر اول خانه نبوت، قبل از بعثت پدر بزرگوارش با پسرخاله خود ابوالعاص بن ربیع ازدواج نمود. این ازدواج با وجود محبت طرفین، اما به دلیل عدم پذیرش ایمان از طرف شوهر تا ماه‌های قبل از صلح حدیبیه با افت و خیزهایی همراه بود. اما سرانجام با اسلام ابوالعاص این رابطه همسری به حالت خود باقی ماند. پیامبر بزرگوار اسلام علی رضی الله عنه را برای همسری پاره تن خود فاطمه زهرا رضی الله عنها برگزید تا از جانب همسر دخترش آسوده خاطر باشد. اما قبل از آن که علی رضی الله عنه داماد خاندان نبوت گردد، بزرگترین پیامبر تاریخ یکی از پیشگامان در اسلام را برای همسری جگرگوشه خود رقیه رضی الله عنها برگزید. این جوان ثروتمند از خاندانی با اصل و نسب و در حجب و حیا زبان زده اهل مکه بود. او اولین کسی بود که به همراه همسرش رقیه رضی الله عنهما به حبشه هجرت کرد. شدت محبت و اطمینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این داماد به حدی بود که بعد از وفات دختر بزرگوارش رقیه رضی الله عنها، دختر دیگرش ام کلثوم را به عقد وی درآورد تا همچنان عثمان بن عفان را داماد خود داشته باشد و آنگونه که از بابت رقیه آسوده خاطر بود، با سپردن ام کلثوم به عثمان از جانب او نیز آسوده خاطر بماند. در طول تاریخ بشر عثمان بن عفان تنها کسی است که این سعادت نصیبش شده است که 2 دختر پیامبری الهی همسر وی باشند و آن هم 2 دختر بزرگترین پیامبر تاریخ بشر صلی الله علیه و آله و سلم. عثمان بن عفان ذوالنورین لقب گرفت، چرا که صاحب 2 نور و ستاره درخشان بیت نبوت بود. اما از آنجا که شیطان و لشکریانش قسم خورده اند که با پیامبران و خاندان آنان و اولیای الهی به دشمنی بپردازند، سعی دارند تا با تهمت و دروغ و یا انکار حقایق فضایل آن اولیای الهی را منکر شوند، به امید آنکه بتوانند مردم را نسبت به آنان و خدماتشان بدبین سازند. بله، عثمان هم 2 دختر از پیغمبر گرفت. بگی رقیه‌ای که ام کلثوم، اونقدر رقیه دختر پیغمبر رو با عصا زد آی مردم که دختر پیغمبر رو شهید کرد. بدن رقیه رو وقتی پیغمبر خدا به خاک برده بود، آی مردم بشنوید، پیغمبر اومده بود کنار قبر اشک میریخت، میگفت خدایا فشار قبر از بدن رقیه من بردار، چون که به قدر کافی در دنیا این دختر زجر کشید و مورد شکنجه قرار گرفت. با شنیدن این یاوه‌گویی‌ها هر انسان عاقلی از خود خواهد پرسید اگر رقیه رضی الله عنها در اثر ضرب و شتم توسط عثمان وفات نموده است، پس چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات ایشان دختر دوم خیش ام کلثوم رضی الله عنها را به عقد نکاح عثمان درآوردند؟ شما که میگویید پیامبر غیب میدانسته است،
حتما در هنگام آزار و شکنجه رقیه از وضعیت او خبر داشته است. پس چرا مانع ظلم عثمان به جگرگوشه خود نشده است؟ آیا محبت پیامبر به دخترانش کمتر از محبت ما به دخترانمان بوده است؟ ما خیال میکنی واقعا عثمان داماد رسول خداست. بعد که میریم به تحقیق تاریخ میبینیم قصه چیز دیگری است. اساساً پیغمبر خدا غیر از فاطمه دختری نداشته است. کلینی در الکافی جلد 4 صفحه 646 باب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و وفاته چنین بیان کرده است: و تزوج خدیجه وهو ابن 24 سنة فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة عليها السلام. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که 20 و چند سال عمر داشتند با خدیجه رضی الله عنها ازدواج نمودند و از ایشان قبل از بعثت صاحب فرزندانی به نامهای قاسم، رقیه، زینب و ام کلثوم گردیدند و بعد از بعثت صاحب فرزندانی به نام طیب، طاهر و فاطمه شدند. و حتی اگر به فرض محال بپذیریم که رقیه و ام کلثوم رضی الله عنهما دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبودند، بلکه دختران خدیجه رضی الله عنها از همسران قبلیش بودند، آیا رسول اکرم در بین عرب به خاطر امانت داری به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم مشهور نبود؟ پس چگونه ممکن است که درباره دختران خدیجه که به مانند امانتی در اختیار ایشان بودند کوتاهی کرده باشند؟ آیا ذکر این روایات جعلی و ساختگی اهانت و تهمت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ از همین امام باقر سلام الله علیه روایت داره: والکذب شر من الشراب. دروغ از عرق خوری بالاتر، بدتر گناهش.